سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم در این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز آموزش یک آهنگ بسیار بخصوص میهنی است. ای زما وطنه لعلونو خزانه زما. دوستای عزیز، اول ما میخوایم که در مورد امی آهنگ یک کمی گپ بزنم. البته من یه آهنگ که شنیدم واقعا من بسیار زیاد تاثیر رفتم، به اندازه که من نتونستم که امروز اول که من میخواستم شروع کردم و نتونستم که ویدیو را پیش برم و ادامه بتونم ثبت کنم، برای که من بسیار مجیگرخون شدم. یعنی من وقتی که دیدم که این شعر دیدم که یعنی انسانات در 50 سال پیش به اندازه رشد فکری رسیده بودن که چی یک شعر وطن دوستانه، چی یک شعر فوق العاده زیبا و کمپوزیشن اصلا من وقتی که دیدم که نوازنده ها دخترها بودن، پسرها و دخترها یک جای میخواندن و چقدر موسیقی مقبول بود و یک ارکستر چقدر زیبا بود. یعنی من بسیار جگرخون شدم که از او حالت چطور میتونه که یک مملکت به این حالت تبدیل شود که مردم در تو یک حالت فعلا قرار داره و هنرمندی در افغانستان وجود نداره. یعنی اینقدر کلتور پیشرفت کرده بود 50 سال پیش، اما امروز به اندازه است که حتی مکتبی به نام موسیقی نیست و اصلا هنرمندی در افغانستان وجود نداره، یا که کشیدنشون از مملکت یا ایست که بیچاره در جای بندی هستن و زیر لط و کوب و مجازات قرار میگیرن. بسیار زیاد مرا این تاثیر کرد و بسیار جگرخون شدم و امیدوار هستم که ما دوستای عزیز امیتر حادثاتی که در افغانستان رخ داده ما بالاخره به هوش بیاییم و متوجه شویم و قدری که دیگه خود بفهمیم تا بتونیم که مردم خود و وطن خود از این یک حالت نجات بدیم. دوستای عزیز، این شاعر از این آهنگ خان عبدالغنی خان است و کمپوزیتورش استاد سلیم سرمست می باشه که فوق العاده یک کمپوزیشن زیبا جور کردن و دیگه در ریتمی که استفاده شده در دادره پشتو است دوستای عزیز و از تات بلاول گرفته شده. نوتای تات بلاول است که امو میجر اسکیل ساده که ما دیدیم، سی میجر اسکیلی که ما دمو اصلا اول شروع کردیم، اونمو اسکیل است و راگ بهاری می باشه یا بهاری می باشه دوستای عزیز که ما انوز تات بلاول راگ بهاری رو ما یک روز سرش یک ویدیو علایده می داشته باشم و در موردش زیادتر معلومات میده، ولی فعلا میگم که در تات بلاول و راگ بهاری یا هم جور شده. دوستای عزیز، اول ما میخوایم که یک لحظه امی شعر برای کسایی که مثل ما و کمتر پشتو میفهمن ایده ترجمه کنیم و من بسیار زیاد تشکری میکنم از دوست بسیار عزیز ما جمشید جان که امیر کمک کردن ما شعر برای ما یعنی ترجمه کردن. من پشتو میفهمم اما کاملا نمیفهمم، یعنی من کم بلد هستم. خب اولش میگه ای زما وطنه لعلونو خزانه زما، یعنی ای وطن ما، ای خزانه لعل و جواهر ما، یعنی تو پر از چیزای قیمتی هستی، لعل و جواهر داری. ستا هر درکی ده تو رو نشانی زما، یعنی ده هر دره تو، ده کو دره تو نشانهای شمشیر ماست، یعنی که ما همیشه از تو دفاع کردیم در مقابل بیگانه ها و همیشه همراه شمشیر ما تو را نگاه کردیم. یعنی در هر جای که ما ببینیم در کوها و دشتای تو نشانی شمشیرهای ما را میبینیم که ما همیشه از تو دفاع کردیم. یعنی هر کسی که بر تو تجاوز کرده ما در مقابلشان خستیم و استادگی کردیم و تو را تسلیم ندادیم، مثل کسایی که امروز افغانستان دو دسته تسلیم دادن برای بیگانه ها. دیگه از که انترش ما انتره دوستای عزیز یک انتره اینجا کار میکنم که همین انتره انتخاب کردیم که میگه سترگی می قربان شه استاد خاور دو کرونونه، چشمای من میگه صدقه تو شوه، قربان تو شوه، قربان خاک تو شوه. چشمای من
صدقه خاک تو و خانه های خاکی تو و یا خانه های تو شوه. عقل می ایریشه استاد پاره ده فکرونونه. نگه عقل ما زایه شوه، بگذار که عقل ما زایه شوه مصرف شوه در قسمت فکر کردن در باری تو. یعنی من نه در فکر خود هستم و نه در فکر عقل خود، نه فکر جان خود، فقط من همه چیز فدای تو میکنم ای وطن عزیز. زر شما قربان شم استاد غرون ده سندونونه، قربانت شوم صدقه کوههای تو شوم و صدقه دریاهای تو شوم. ستا هر درکی دی ده تو نشانی زما، ده هر دره تو نشانی از شمشیر ما است که ما همیشه در طول تاریخ از تو دفاع کردیم. بسیار شعر با احساس و واقعا آدم گیره میگیره که آدم این شعر میشنوه. درود برشان، خداوند اینا را ببخشه، خان عبدالغنی خانه که اینقدر یک شاعر برازنده بودن. خب دوستای عزیز، میریم و شروع میکنیم برای آموزش امی آهنگ زیبا. خب دوستای عزیز، من آهنگ باز از امی سی میخوانم. همینجا راگ تات بلاول که امی سی میجر سکیل ما بود که من ایره یک دفعه نشان میتم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. این تات بلاول است که امی سی میجر سکیل ما است که ما کار کردیم و آهنگ میلودیش قسم می باشه که क्या कर क्या دوست عزیز که دوستای عزیز امی میلودیش است که در تمام قسمت‌های آهنگ یک رقم است. آستایی آهنگ ای زما وطنه، ای زما وطنه د لعلونو خزانی زما، ای زما وطنه د ای زما وطنه د لالونو خزانه زما، ستا هر درکی دید تو رو نشانه زما، ای زما وطنه، ای زما وطنه. Antaresh stergi me
اینجا ما از انتره از پا شروع میشه، البته آیستایی از گه شروع شده بود. ای زما وطنه، آیستایی از گه شروع شده بود و انتره از پا شروع میشه. سترگی می سترگی می سترگی سترگی می. اینجا ما در یک دکه میتیم، کانسور است. شما ببینید سترگی می سترگی می. اینجا کانسور میشه که پا از پا میریم به یک دکه میتیم و از خود پا و گه یک گمک بسیار زودی کرده. این دو تا نوت بسیار زیاد که یک دیگه خود وصل میشن. اگر امروز از این کانسور حسابش کنید مودکی و اگر نکنید گمک بسیار مقبول است. شما ببینید سترگی می سترگی می سترگی می سترگی می. یک دکه میتیم و بسیار زودی که امروز گرد تماس میگیریم. سترگی می قربان شسته ده خاور ده کرونو نه. موسیقی ملودیش قسم است. عقل میری شسته ده پاره ده فکرونو نه. سترگی می قربان شسته ده خاور ده کرونو نه. عقل میری شسته ده پاره ده فکرونو نه. زر شما قربان شمسته ده غرونو ده سندونو نه. سهرا درکی دید تو رو نشانه زما. سهرا درکی دید تو رو نشانه زما. ای زما وطنه ای زما وطنه ده لعلونو خزانه زما. سهرا درکی دید تو رو نشانه زما. دوستای عزیز امی کلی آهنگ بود. این امی رقم دی آهنگ دادری پشتو استفاده میشیم و ما میریم امروز ریتمم ایره تمرین میکنیم. تمپوره را دوستای عزیز در سه ماندم اینجا دمی سی اینجا و تمپوی دادری پشتو 50 می باشد.
عزیز، ای بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که شما به بزرگواری خودتان غلطی ها و کاستی های این ویدیو را ببخشین. بسیار خوشحال میشم که اگر کامنت بگذارین و نظر خود بگوین و از ویدیوها را شیر کنین با دیگر لایک. لطفا فراموشتان نشه دوستای عزیز که من بفهمم که شما علاقمند سر ویدیو هستین و زیادتر وقت بگذرانم. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.